مسلمانان جهان عید را تبریک میگویم. امیدوارم این عید با شادی، آرامش و خوشبختی برای شما و خانواده هایتان رقم بخورد. این مناسبت مقدس را با دوستان و عزیزان خود به اشتراک بگذارید و از لحظات خاص و معنوی آن بهره ببرید. باید داشته باشید که عید فرصتی است تا از لطفها و برکات خداوند سپاسگزاری نماییم و به همدیگر مهربانی و عشق بیشتر بپردازیم. در این روزهای عید به فکر کسانی نیز باشید که نیازمند کمک و پشتیبانی هستند. با اهدای صدقات و کمک و نیازمندان در جامعه خوشبختی خود را به بیشترین حد ممکن افزایش دهید. همچنین به عزیزان خود که در دوران دشواری ها و سختی ها و مشکلات و پیشرفت های شما حضور دارند اهمیت بدهید و از این فرصت برای تقویت بندهای خانوادگی و اجتماعی استفاده کنید. امیدوارم که این عید سرشار از خیر و برکت باشد و آینده روشن و موفق برای شما رقم بخورد. عید سعید فطر را به شما و خانواده عزیز و محترمتان تبریک میگویم و آرزو میکنم سالی پر از سلامتی، شادی و پیروزی برای شما باشد.